آیا مردم ایران در حال حاضر بی فرهنگ، نخاله، نفهم هستند یا خیر؟ اتفاقای مختلفی تو مملکت ما میفته، مثل همین ورود رونالدو به ایران که معمولاً جبهه‌گیری‌های مختلفی توسط افرادم صورت میگیره. یه بخشی از مردم متهم میشن به بی فرهنگ، نخاله، بیشعور و چیزای این چنینی. یه بخشی هم توهین کنندن، میگن این افراد آبروی ما رو بردن، اصلا آبروی ملی برای ما نمونده و چیزای این چنینی که زیادم میخونیم، طرف استوری میکنه، پیام میفرسته و یه جوریه. یه بخشی هم مثل منن که نه اینوری هستیم نه اونوری، سعی میکنیم ببینیم آقا چه اتفاقی داره میافته. خیلی وقتا خودمونم جای اون افراد قرار میدیم بدون پیشفرض‌های ذهنی که آیا ما میرفتیم نمیرفتیم که اون اتفاق رو از چشم اون افراد ببینیم. حالا کاری نداریم، بیایم این موضوع رو از یه بعد دیگه ببینیم. ورود رونالدو یه نمونه است. اینجا قرار نیست در مورد رونالدو صحبت کنیم، بحث ما یه بحث دیگه است. قراره بدونیم آیا مردم کشورمون در حال حاضر بی فرهنگن، واقعا نخالن، بیشعورن یا نه؟ پس بیایم با هم دیگه بررسی کنیم. مورد اول، رفقا، دوستای عزیز، در تمام دنیا یه چیز رایج وجود داره که مردم دوست دارن سوپر استاراشون رو ببینن. حالا یکی مثل من یا حتی شما علاقه‌ای به دیدن این افراد نداریم. من الان خودم بهم بگن آقا بهترین سوپر استارهای دنیا 2 کوچه پایین‌تره، کسی هم دور و برشون نیست، میتونی بری باهاشون عکس بگیری، فیلم بگیری، خدا میدونه نمیرم. چون کلا از عکس فراریم، حوصله روبرو شدن با سلبریتی و سوپر استار رو ندارم. مثلا میگم خب که چی، مثلا خب اینم یه فرد عادیه، من از هنرش یا از تخصصش دارم لذت میبرم، چیکار به خودش دارم. ولی قرار نیست که همه این طرز فکر من و تو رو داشته باشن. بعضیا هستن که واقعا دوست داره آقا با سوپر استاری که علاقه بهش داره عکس بگیره، روبرو بشه، از نزدیک ببینه و من این حق رو بهش میدم. آقا دوست داره. یکی مثل من دوست نداره ولی اون شخص دوست داره. حالا چیزی که مهمه، بی عرضگی دولت و مسئولین اینجا مشخص میشه. مسئول ما به جای اینکه یه تدابیری، یه روش درستی برای این میزبانی در نظر بگیره که در کمال آرامش، احترام و امنیت مردم بتونن با اون سوپر استارشون ملاقات کنن یا از دور ببیننش یا حالا افرادی بتونن باش عکس بگیرن، اومده دختر خودش رو برده پیش این شخص، طرف پسر خودش رو برده پیش رونالدو. اوج حقارت و بی‌عرضگی اینجا مشخص میشه. حالا یه چیزی بهتون بگم اصلا جا بخورین، احتمالاً تو اخبارم شنیدین، تو پستایی که خیلی وایرالم شده دیدین، رفتن یه فرش چند میلیاردی خیلی خفن رو به رونالدو هدیه دادن. اصلا کجای دنیا این اتفاق میفته؟ بابا رونالدو رقیب ماست، تو تیمی داره بازی میکنه که قراره با تیم کشور ما مسابقه بده. کجای دنیا میرن اینجور هدیه‌ای رو میدن؟ اصلا مرسوم نیست. این از بی عرضگی مسئولین ماست. اون مسئول به جای اینکه بیاد یه تدابیری بیاندیشه که آقا مردم بتونن با این سوپر استار ملاقات کنن در اوج احترام و امنیت و آرامش، رفته دختر خودش رو برده پیش رونالدو. اینا دیگه خائنن به تمام معنا. به جای اینکه اون مسئولیتش رو انجام بده، رفته یه کاری که برای خانواده خودشه، برای خودشه انجام میده. هیچ توجهی هم به مسئولیت خودش نداره. بی‌عرضن، کسی هم کاری به کارشون نداره. چرا؟ چون همشون بی‌عرضن. این مورد اول. پس گفتیم آقا یه چیز رایجه. اگر درست اتفاق نیفتاده تقصیر مسئوله که این اتفاق صورت نگرفته. مثلا الان شما چین رو ببینین، ژاپن رو ببینین، یه مسیری رو مشخص میکنن، میگن آقا از این مبدا تا این مقصد مردم میتونن اینجا حضور داشته باشن، اتوبوس از اونجا میره و یه جایی رو مشخص میکنن، میگن آقا رونالدو میاد اینجا، این شخص میاد اینجا، این سوپر استار میاد اینجا و در کمال آرامش، تر و تمیز و درست قشنگ برنامه ریزی شده میرن اون کار رو انجام میدن. این مورد اول، یعنی یه چیز رایجیه تو دنیا. مورد دوم، خیلی از بچه‌هایی که استوری گذاشته بودن، پست گذاشته بودن، گفته بودن آقا آبروی ملی ما رفته. به نظر من این خنده‌دارترین چیزیه که ما میتونیم بگیم. رفقا، دوستای عزیزم، آبروی ملی ما خیلی وقتاست رفته. اصلا آبرویی نمونده که بخواد بره. ما در کنار کره شمالی جز کشورهای منزوی دنیا هستیم. آبروی ما وقتی رفته که رکورددار بالاترین تورم مستمر دنیا هستیم. آبروی
آبرو ما وقتی رفته که دومین کشور گازخیز دنیاییم، بعد میایم اروپا رو تهدید میکنیم که از سرما میمیرن، یخ میزنن، بعد خودمون به خاطر سیاست‌های غلط تو زمستون با کمبود شدید گاز روبرو هستیم. آبروی ما وقتی رفت هواپیمای خودمون رو میزنیم، چند هفته انکار میکنیم، کارشناس میاریم، مقدسات رو قسم میخوریم که آقا ما نزدیم، بعد چند هفته چون نمیتونیم از زیرش در بریم این همه هم دروغ گفته شده، بعد آخر گردن دیگه میگیریم. آبروی ما اون موقع رفته. آبروی ما وقتی رفت که از طالبان حمایت کردیم که قدرت رو تو افغانستان به دست بگیرن، الان عرضه گرفتن حقمون رو ازشون نداریم. آبروی ما وقتی رفته که این همه میادین نفتی و گازی مشترک با قطر و عراق و امارات و اینا داریم، اونا بره دارن استخراج میکنن، ما هیچ غلطی نتونستیم بکنیم، کل منابع رو دارن خالی میکنن. آبروی ما اون وقتا رفته. آبروی ما وقتیه که نمیتونیم شرایط اقتصادی کشور رو کنترل کنیم. آبروی ما وقتی رفت که نمیتونیم شرایط ابتدایی برای مردم کشورمون مهیا کنیم. آبروی ما خیلی وقت رفته. پس نگران آبرو نباشید، چون آبرویی نمونده که بخواد بره. این مورد دوم. مورد سوم، خب آیه همتی داداش گلم، پس شما میگین افراد اشتباه نکردن، بی فرهنگ نبودن؟ نه، من میگم اشتباه کردن، اما اینو در نظر بگیرین. روح هر سازمان میتونه خانواده باشه، شرکت باشه، مملکت باشه، از بالا دمیده میشه و فرهنگ از بالاست که تزریق میشه به مردم، نه از پایین به مردم. یعنی چی؟ یعنی مردم از حاکمانشان الگو میگیرن. مردم ما از حاکمش الگو میگیره، حاکم که از مردم الگو نمیگیره. من مردم از حاکم وقت خودم الگو میگیرم. یه توضیح بدم، مسئول یا اون حاکم به جای تدارک دیدن که یک ارتباط خوبی بین مردم و اون سوپر استار ایجاد بشه، داره خیانت میکنه، دختر و پسر خودشو به دیدار خصوصی رونالدو میبره. دیگه چه انتظاری داری از مردم؟ اصلا حاکم‌های وقتمون رو نگاه کنین، چه فرهنگی دارن، پشت سرم دروغ میگن. مثلا خیلی از بچه‌ها میگن چرا دروغ تو جامعه زیاد شده. میگم آقا مردم از حاکم زمانش الگو میگیره. اینو من نمیگم، اینو دین میگه، مراجع تقلید میگن. روح هر سازمانی از بالا دمیده میشه. اگر مردم دروغگو هستن، حاکم زمانه دروغگوه. اگه مردم دو در بازن، حاکم زمانه دو در بازه. اگه مردم بی فرهنگ هستن، حاکم زمانه بی فرهنگه. اینو من نمیگم، مراجع تقلید میگن. کافی یه سرچ کوچولو بزنید، اینقدر اطلاعات جالب و درجه کسب میکنید که اصلا کیف کنید. یه نمونه دیگه بگم، یادتونه چند سال پیش یه استقبال حقارت آمیز توسط نماینده‌های مجلس از یه خانومی بود به اسم موگرینی، مسئول وقت اتحادیه اروپا؟ رفته بودن عکس بگیرن و اصلا یه کارهای حقارت آمیزی انجام میدادن، عجیب غریب. همین الان هم هستش، همین الان ببینید اصلا چه کارهایی میکنن. این افراد اشتباه کردن، بی فرهنگ بودن؟ آره، خیلی هم اشتباه کردن، بی فرهنگی زیادی بود، اما اینو در نظر بگیرین، مردم از حاکمشون الگو میگیرن. مورد چهارم، آموزش پرورش در انحصار کیه؟ حکومت و دولت. پول در اختیار کیه؟ حکومت و دولت. پول نفت، پول گاز، پول منابع، پول همه چی، مالیاتو کی برمیداره؟ حکومت و دولت. رسانه در اختیار کیه؟ کل تلویزیون ها، کل شبکه ها، اکثر رسانه ها دست کیه؟ حکومت و دولت. قدرت در اختیار کیه؟ حکومت و دولت. همه چیز در اختیار دولت و حکومته. رفقا، در حکومت های تمامیت خواهی که همه چیز در انحصار دولته، مردم مقصر هیچ چیز نیستن. وقتی همه چیز در اختیار دولت و حکومته، مردم هیچ تقصیری ندارن، هیچ تقصیری. این مورد چهارم بود. و نکته آخر، مردم قربانی وضع موجودن، نه مسبب. پس چیزی که وجود داره مردم قربانی هن. از یک بود نگاه نکنیم، از چند بود وقتی موضوع رو نگاه میکنی تازه متوجه میشی جریان چیه. خیلی مخلصم، من محمد همتی هستم. این اولین پادکست من از مجموعه دیلی مو هست یا روزانه های محمد همتی. انشالله که نهایت استفاده رو برده باشین. خیلی خیلی خوشحال میشم اگر این پادکست رو تو یوتیوب گوش میدین، سابسکرایب کنین، کامنت بذارین، لایک کنین و نظرتون رو برام بنویسین، چون دوست دارم نظر بقیه رو حتما بخونم و ببینم و با هم دیگه در تعامل باشیم. یا حق، خدا نگهدار.